بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه دفاع از سنت و امروز هم در خدمت شما هستیم با موضوع جدید و معرفی یکی دیگر از علمای اسلام، یکی دیگر از استوانه‌های اهل حدیث که ایشون هم در نوشتن و تدوین احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در دفاع از سنت مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست بالایی داشتند. در خدمت جناب دکتر، بله، در قرن سوم هستیم، همین گونه که هفته قبل و هفته قبل از اون هم باز در قرن سوم بودیم و بسیاری از تعدادی از علمای حدیث رو معرفی کردیم، مثل امام مسلم، امام بخاری، امام احمد. امروز هم باز در قرن سوم هستیم و یک دیگر از علمای بزرگوار رو معرفی می‌کنیم. اول خدمت جناب دکتر میریم، عرض سلام و ادب داریم. جناب دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه و بعد ان شاءالله در مورد این امام بزرگوار صحبت خواهیم کرد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. بارک الله فیکم. جناب دکتر، امروز ما می‌خوایم در مورد امام ابو داود سجستانی یا امام ابو داود سیستانی برامون صحبت بکنیم که این امام بزرگوار که مؤلف سنن ابو داود هست، معروف است به سنن ابو داود، یکی از سنن اربعه هست، یکی از کتاب‌های ششگانه اهل سنت است که خیلی روش تاکید دارن علما که هر کسی که میخواد احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو ببینه و از اونها استفاده بکنه به این کتب معتبر مراجعه بکنه. میخوایم بدونیم این امام ابو داود سیستانی کی بود، اهل کجا بود؟ از اسمش هم می‌بینیم برمیاد که اهل سیستان بوده، ولی کجا بوده دقیقاً ما میخوایم اینو بدونیم. علما در مورد این امام بزرگوار چی گفتند؟ مثلا اساتیدش کی بودند، شاگرداش کی بودند، هم عصر و هم دوره چه کسانی بوده. میخوایم یک زندگی نامه یا یک بیوگرافی از این امام بزرگوار داشته باشیم تا مسلمانان بهتر این امام رو بشناسن و قدر کتابش و احادیث و زحمتایی که کشیده رو بیشتر و بهتر بدونن. بسیار عالی. سوال بسیار بجایی است، جای خود دارد که باید این شخص بزرگوار را معرفی کنیم. معروف است به امام ابو داود، اسمش سلیمان هست، سلیمان ابن اشعث، فرزند اسحاق، فرزند بشیر، فرزند شداد ازدی و اهل سیستان. بله. این امام سنت است، امام حدیث است، شیخ سنت است، یعنی یکی از اون بزرگواران و از اون حفاظ که ما گفتیم لقب حفاظ همه داده نمیشه. یعنی این یکی از حفاظ حدیث است و محدث بصره هست و متولد سال 202 هجری است در سیستان. بله. که ظاهر قضیه بیشتر میگوین الان اون بخش از سیستان در افغانستان قرار میگیرد. یعنی بله. همچنان که یعنی موقع حالی اکنون این سیستان، اگرچه سیستان الان متصل به هم هست و قسمتی بخشی در ایران است، بخش زیادی شاید، و بخشی هم در پاکستان هست و بخشی هم در افغانستان قرار گرفته. میگوین جای اکنون این منطقه، این سجستانی که ایشون در آنجا بوده، اکنون در افغانستان واقع می شود. گویا نزدیک نیمروز و اینها باشد. بله. بله. امام اهل حدیث بوده در زمان خودش و ظاهرا کسی بوده که یعنی به قول اهل علم در عصر خودش یک تاز میدان بوده در واقع، در قسمتی در بسیاری از چیزها. و کتابش یک ویژگی خاصی دارد که انشاءالله بعداً به آن میپردازیم. در این عصر که گفتیم قرن سوم، چون در ابتدای قرن سوم متولد شده، 202 هجری متولد شده و 275 فوت کرده. 275 یعنی حدوداً 73 سال سن داشته. ماشاءالله، پر خیر و پر برکت. و در این عصر علمای بسیار، یعنی دیگه ما گفتیم این عصر طلایی حدیث است و علمای بسیار زیادی در این قرن سوم وجود دارند که ما در واقع اشاره کردیم که
عصر طلایی امت اسلامی بوده. کسانی مثل امام احمد بن حنبل، یحیی بن معین، احمد بن حنبل که در متوفای 241 بوده، یحیی بن معین که متوفای 233 بوده، امام ابن ابی شیبه که متوفای 235 بوده، امام اسحاق بن راهویه که متوفای 238 بوده، امام ابن ابو حاتم رازی 250 بوده و ابو زرعه رازی 264 بوده. در همین عصر هستند. امام بخاری 256، امام زهلی استاد امام بخاری متوفای 258 و امام مسلم متوفای 261 و غیر از اینها. یعنی اینها نمونه های بارزی بودند که هر کدوم از اینها خورشید تابانی هستند در این عصر، که امام ابو داود از اینا متأخرتر بوده، یعنی وفاتش به 75 رسیده. یعنی اینها که اگر مثلا آخرش امام مسلم بوده 261 فوت میکند، امام ابو داود چون از اینا سنش یعنی تکمی متأخرتر است، هرچند از امام مسلم 204 متولد شده، 2 سال بعد از امام ابو داود متولد شده. یعنی امام ابو داود 2 سال از امام مسلم هم بزرگتر است. بله. اما چون جایگاه کتابش بالاتر است و وفاتش هم قبل از اون بوده، به همین خاطر دیگه اون اولا در جلوتر قرار میگیره. و همچنان که بعداً میآید نگاه میکنیم امام ابو داود، بقیه مثلا محدثین مثل امام ترمذی یا مثلا امام ابن ماجه اینا در همون سن و سال بودند، اما چون ایشون کمی یعنی از نظر جایگاه کتابش و ارزش کتابش بالاتر است، به همین خاطر در بالاتر قرار گرفته در واقع. و شیوخ بسیار زیادی یعنی دیده شیوخ بزرگواری مثل امام احمد بن حنبل و یحیی بن معین که شاگردین بزرگان بودن. بله شاگرد، یعنی بزرگواران انا شاگرد هایی که داشتم نگاه کردم بیشتر این یعنی اساتید عفوا نه شاگردها، شیوخ شیخایی که داشتم بیشتر شیخایش از اون افرادی بودن که امام بخاری و مسلم هم یعنی شیخ بخاری و مسلم هستند، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چون ایشون هم دوره امام بخاری و امام مسلم بوده. بله بله بله، به همین خاطر نگاه میکنیم. بله بله، یعنی دیگه هم کلاسی بودن. بله دیگه هم کلاس هستند، چون بیشتر هر تمام اون مشایخی که من نگاه کردم سیرهشون کلا با امام بخاری و مسلم یعنی مشترک هستند و همه یعنی شیوخش کلا در اوج یعنی توثیق بودند. حافظ، امام، ثبت، حجت، از این نوعها بودن. یعنی من نگاه کردم که ان شاء الله به چند مورد از آنها اشاره میکنید. امام احمد، امام ابن معین، اینا دیگه در واقع همین که گفتی استوانه، واقعا یکی از اساطین بزرگترین اساطین علم اون عصر بودند در واقع. در نتیجه فحتی امام ترمذی و امام نسائی از امام ابو داود حدیث روایت میکنن، از شاگردان امام ابو داود محسوب میشوند، هم امام نسائی هم امام ترمذی و ازش حدیث روایت میکنند. امام ابن حجر وقتی که ازش تعریف میکند میفرماید ثقة حافظ مصنف السنن من کبار العلماء. ثقه هست، حافظ هست، لقب حافظ را گرفته که خود ابن حجر هم دارد و از کبار علما است. امام ذهبی میفرماید الحافظ صاحب السنن ثبت حجت امام عامل. ثبت است، حجت هست، یعنی استدلال، یعنی برای این است که انسان به آن مراجعه کند. امام هست و عامل هست، یک امام عاملی است، عمل میکند، اهل عمل بوده. به همین خاطر اگر ما بیایم یک مقدار بیشتر در مورد قول علما در مورد ایشون صحبت کنیم بد نیست. یعنی اولا امام ابو داود شخصی بوده بسیار رحال بوده، یعنی دنبال کسب علم و طلب علم بوده، با وجود اینکه علمای زیادی وجود داشته ولی در عین حال همه جا را گشته. مثلا از عراقی ها گرفته، از خراسانی ها گرفته، از شامی ها گرفته، از مصری ها گرفته، از جزیره ها گرفته، مناطق جزیره به اون قسمتی که از کردستان ترکیه جزیره فرات، جزیره بله، و از حجازی ها و غیر آنها گرفته. و دیگه گفتیم امام نسائی و امام ابو داود از او روایت میکنند. این نشانه بزرگوار بودن این
عالم بزرگوار است در واقع. دیگه وقتی که علما میگویند در مورد عالمی سخنگویان میگه انما، مثلا همین بیتی که میگوید و انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه، کسی اهل فضل را میشناسد که خودش فاضل باشد، اهل فضل باشد. هر انسانی انسان فاضل را نمیشناسد، باید خودش اهل فضل باشد تا اهل فضل را بشناسد. دیگه وقتی که کسی مثل امام ترمذی و امام نسائی شاگردش هست دیگه کافی است. درسته. و امام عبدالرحمن بن محمد میفرماید، یعنی در اصل ابو بکر احمد بن علی برای ما نقل میکند با سند خود از عبدالرحمن بن محمد، میفرماید ابو داود در بصره سکونت گزید و وارد بغداد شد چند بار و کتاب مصنفش در سنن در اونجا روایت نمود و اهل بغداد از او نقل نمودند و میگویند یعنی این کتاب را تصنیف نمود در ابتدا و بعدا آن را بر امام احمد عرضه نمود. این نکته خیلی نکته مهمی است که امامان، مثلا امام مسلم وقتی که کتابش را می نویسد به ابو زرعه رازی و ابو حاتم رازی عرضه می کنند و تاییدش می کنند، یا علمای عصرش. همچنین امام بخاری به همه اساتیدم عرضه کردم، همه گفتن کامل این کتاب. بله، هم مثلا اینجوری. امام ابو داود هم کتابش را به امام احمد بن حنبل عرضه می کند، فاستجاده واستحسنه، گفت واقعا کتاب خوبی است و کتاب نیکی است، بسیار کتاب با ارزشی است. یک نکته دیگری جالب است که نقل کنیم، محمد بن حسن بن احمد اهوازی. بله. حتی احواز نبوده، امروز دوستان اهوازی دوست دارن بگوین احواز، ولی در واقع در کتب متقدمین همون اهواز نوشته شده، کتب جرح و تعدیل که من نگاه میکنم. و حسین بن محمد شافعی در اهواز میگوید ابو عبید محمد بن علی به ما گفت در مورد محمد بن علی فرزند عثمان آجوری، گفت من از ابو داود شنیدم، ابو داود سلیمان بن اشعث میگوید من در سال 202 متولد شدم و بر عفان در بغداد نماز جنازه خوندم سال 20 و زمانی چی یعنی 18 سالش بوده وارد بغداد شده، یعنی به دنبال طلب علم رفته در سن 18 سالگی. درسته. این نکته خیلی نکته مهمی است. بعدا میفرماید و از ابی عمر ضریر یک مجلس در نزد او نشستم و طلب علم کردم، حدیث کردم از و وارد بصره شدم، یعنی همون روزی که عثمان مؤذن فوت کرد من وارد بصره شدم. به همین صورت بعدا میفرماید و خالد بن خداش را دیدم اما حدیثی از او روایت نکردم. و به همین صورت مطلب را بیان میکند امام و مشخص میشود که در سن 18 سالگی وارد یعنی به دنبال کسب علم و طلب علم وارد بغداد و بصره و اینجاها میشود. مثلا این نکته خیلی مهم است. و بعدا نکته دیگری که علما در مورد امام ابو داود بیان میکنند، میگه ابو بکر بن داسه میفرماید من از ابو داود شنیدم، از امام ابو داود شنیدم که میفرماید از رسول خدا صلی الله علیه و سلم 500,000 حدیث را نوشتم که در میان این 500,000 حدیث این مقدار را جمع‌آوری کرده، انتخاب نمودم و در این کتاب گذاشتم. یعنی این مقداری که در آن هست خودش میگه 4000 مثلا 800 حدیث را در آن نوشتم. درست. حالا این نکته مهمه، 500,000 حدیث را من شنیدم، در میان این 500 این مقدار را جمع آوری کردم. البته قرار بود در این مورد بحث نکنیم. امام ابوبکر خلال میفرماید ابو داود امامی است پیشرو در زمان خودش و کسی جلوتر از او نبوده در مورد شناخت تخریج علوم و اینکه دقتی که داشت نسبت به یعنی به مواضع تخریج علوم و علل حدیث
کسی در زمان خودش مثل آن نبوده، مردی بوده اهل ورع و پیشوای بزرگی بوده. احمد ابن حنبل در مورد او بنیکی او را یاد می کند و میگویند قدر او را بالا بوده و او را به گونه‌ای ذکر می کنند که ابراهیم اصبهانی نقل می کند که کسی را در زمان خودش آنگونه نام نمیبرد. این خیلی مهمه وقتی استادت بگه مثلا شما خیلی انسان خوبی هستی، وارسته هستی، اهل تاییدش کند. تایید کردن شاگرد خیلی مهم است. خیلی مهم است. امام احمد ابن محمد ابن یاسین هروی میگوید امام ابو داود یکی از حفاظ اسلام است برای حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم و علمش یعنی نسبت به علم حدیث و به علتهای حدیث و سنده فی اعلى درجه النسك والعفاف والصلاح. سند او در بالاترین درجه هست، از لحاظ اهل عبادت بوده، اهل عفاف و صلاح بوده، اهل ورع بوده و من فرسان الحدیث، یعنی یکی از اسب سواران حدیث بوده. و همچنین محمد بن اسحاق صاغانی و ابراهیم بن اسحاق حربی میگویند هنگامی که ابو داود کتاب سنن را تألیف نمود فرمودند برای ابو داود حدیث نرم شد همچنان که برای داوود پیامبر آهن نرم شد. یعنی آهن در دست داود علیه السلام چگونه نرم شد و هر چی دلش میخواست از آهن میساخت و درست میکرد، امام ابو داود هم احادیث در دستش مثل خمیر شده بود، نرم راحت، یعنی بر آن اینقدر مسلط و تسلط داشت رو جمع آوری بکنه خیلی به راحت. خیلی یعنی دقتی که کرده در کتابش که بیش میرسیم کسی این دقت را نداشته. یعنی هر کدوم از این کتاب ها یک ویژگی دارن که دیگری ندارد. خیلی مهم است. یعنی کسی بگوید پس ما این همه کتاب را برای چی میخواهیم؟ یکی از اینا کافی بود؟ نه، کافی نیست. هر کدوم برای خود ویژگی دارد که در دیگری یافت نمیشود و شکی در آن نیست. در هر کدوم از اینها احادیثی وجود دارد که در دیگری باز نیست. درست. در نتیجه هر کدوم علم اضافی آورده‌اند و اجتهاد اضافی به آن افزوده‌اند و مطالبی را بیان کرده‌اند. این خیلی مهمه که علمای حدیث همشون مجتهد بودن. بله. اهل اجتهاد بودن. فقط این نبوده که بگید فقط اومدن احادیث رو جمع آوری کردن. اجتهاداتی کردن خودشون. اینا همه مجتهد بودن، همه فقیه بودن، همه محدث بودن، همه در قرآن در تمام علوم اسلامی در حد اعلا بودن. به همین خاطر میفرمایند یکی دیگر از اهل علم ابو عبدالله محمد بن مخلد میگوید ابو داود یفی بمذاکرة 100,000 حدیث، یعنی اگر در یک مذاکره وجود داشت میتوانست 1000 تا حدیث ذکر کند در یک جلسه. 100,000 حدیث. یعنی توانایی داشت، اینقدر حفظ و ذاکره قوی داشت، میتوانست در یک مذاکره که با علما داشته باشد به 100,000 حدیث استدلال کند. و هنگامی که کتاب سننش را میگه تألیف نمود، تصنیف کرد و آن را بر مردم قرائت نمود، کتابش برای اهل حدیث میگه مثل قرآن بود برایشون. اینقدر از آن پیروی میکردند و مخالفت از آن نمیکردند و اهل زمانش اعتراف کردند، اهل زمان خودش، که واقعا اهل حفظ است و در این زمینه واقعا پیشرو و پیشواست. درسته. و موسی ابن هارون میفرماید، موسی ابن هارون حافظ خودش که مردی از این بزرگواران است، میگه خلق ابو داود فی الدنیا للحدیث و فی الاخره للجنه. ابو داود در دنیا برای حدیث آفریده شده و در آخرت هم برای بهشت. یعنی هم اهل ورع و تقوا بوده، هم اهل حدیث بوده و اهل عمل به آن بوده با قرآن و سنت. پس علان ابن عبدالصمد میگوید من ابو داود را از ابو داود شنیدم و واقعا کان من فرسان هذا الشأن، از فارسان این علم بود، علم حدیث. ابو حاتم ابن حبان میفرماید ابو داود احد ائمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا. یکی از ائمه دنیاست، دنیا نه امام، مثلا امام دنیاست، یکی از امامان دنیا. امامان دنیا مثلا امام مالک امام دنیاست، امام شافعی امام دنیاست،
امام احمد بن حنبل امام دنیاست، امام ابو داود یکی از این امامان دنیاست. یعنی میتواند امامت دنیا را در واقع به عهده بگیرد. از لحاظ چی؟ نگاه کن، از لحاظ فقه و علم و حفظ و عبادت و ورع و تقوا و اتقان و دقت. جمع و صنف و ذب عن السنن. پس حدیث را جمع‌آوری نموده، تصنیف نموده و از سنت رسول الله دفاع کرده صلی الله علیه و سلم. بله. به همین صورت اهل علم دارن امام ابو داود را تعریف میکنه. من گفتم اهل علم و اهل فضل میداند که اهل فضل چه کسی است. ابو عبدالله بن منده، یکی دیگر از علمای بزرگ این امت، ابن منده دیگه وقتی که اسمش میآوریم یک خورشید تابانی است. میفرماید آن کسانی که احادیث را جمع‌آوری نموده اند و تخریج کرده اند و حدیث صحیح و ضعیف را از هم جدا نموده اند و صحیح و غلط آن را تشخیص داده اند، 4 نفر هستند: بخاری، مسلم و بعد از آن ابو داود سجستانی و بعد از آن ابو عبدالرحمن النسائی. امام نسائی میگه اینها افرادی آنچنان افرادی بودند. و حاکم میگوید، حاکم ابو عبدالله نیشابوری میگه ابو داود امام اهل الحدیث فی عصره بلا مدافعه. سبحان الله. امام ابو داود امام اهل حدیث است در عصر خودش بدون نزاع. یعنی کسی در اینجا نزاعی نداره در این قضیه. یعنی امام اهل حدیث هم بوده. امام اهل حدیث است در عصر خودش بدون شک. قدر زرگر شناست و قدر گوهر گوهری. واقعا. یعنی علما هم دیگر رو میشناسن. واقعا. عالم میدونه که عالم کی هست. واقعا. سبحان الله. میگه در مصر شنیده، در حجاز، شام، عراق، خراسان و قبل از اینکه از خراسان خارج شد به سمت عراق، در هرات احادیثی را زیاد شنیده و نوشته و بعدا در بغلان افغانستان. این مشخص میکند که در سیستان افغانستان بوده. واضح است. و در ری از ابراهیم ابن موسی می نویسد که یعنی بالاترین سند او موسی ابن اسماعیل است. و بعدا از امام قعنبی، اینا همه اساتید امام بخاری و مسلم هستند. امام قعنبی و مسلم ابن ابراهیم. و در شام از ابو توبه ربیع ابن نافع و حیوه ابن شریح حمصی. حیوه اسمش حیوه است. حیوه ابن شریح حمصی. و در قدیم در نیشابور باز هم کتاب احادیثی را نوشته در نیشابور. سپس با فرزندش هجرت می کند. فرزندش اسمش ابوبکر، فرزند ابو داود، به سمت خراسان می رود و ابو عبید آجوری از ابو داود نقل می کند. میگه من وارد کوفه شدم در سال 221. بله. وارد کوفه شده در 221. بله. در اینجا به هر صورت یعنی نگاه کن، یعنی در کوفه 221 باشد یعنی شما 19 سالش بوده. در کوفه این چی شده. و میفرماید من از ابو داود شنیدم که در مورد ابا نصر فرادیسی و اسحاق بن ابراهیم سخن میگفت. فرمود ما رأيت بدمشق مثله كان كثير البكاء كتبت عنه سنة 22. اونم در اونجا بیان میکند. یعنی در سال 222 دوباره میگه از این علمای بزرگم استفاده کردم که خیلی اهل عبادت و اهل گریه کردن بودند، یعنی بخواد از ترس پروردگار. به همین صورت اینها تمام این مطالبی که بیان نمودیم مشخص میکند که امام ابو داود یعنی یک عالم بسیار بزرگی بوده و تمام علمای زمان خودش بر بزرگواری او اعتراف نموده اند و همه تایید نموده اند که بعداً هم در مورد کتابش و در مورد مطالب دیگری که در این زمینه هست بیان میکنیم و مقداری از اون شیوخش هم اگر بیان کنیم بد نیست. که مثلا موسی ابن هارون یکی از شیوخ امام ابو داود از میفرماید ما رأیت افضل منه. سبحان الله. سبحان الله. و میفرماید و امر احمد محمد بن یحیی بن ابی سمینه ان یکتب عنه. فرمود من بزرگتر از اون ندیدم. انا استاد خودش میگوید موسی ابن هارون که استادشه. میفرماید من فاضلتر از ابو داود ندیدم. سبحان الله.
ومسلمة بن قاسم يفرمايت كان ثقة زاهدا عارفا بالحديث إمام عصره في ذلك. إن شخص يعني الثقة بود إمام أبو داود، زاهد بود، عارف بود بحديث يعني دانا بود بعلم حديث، وإمام عصر خودش بود در علم حديث. و اگر ما دوست داشتم که مقداری از چند تا از این اساتیدش که خیلی مشهور هستند و خیلی معروف هستند، یکی از آنان که عبدالله بن مسلمه بن قعنب بصری است، الامام الثبت که علما میگویند الامام الثبت القدوه، امامی است یعنی خودش ثبت است، قدوه هست، پیشوا هست، پیشرو هست، الگو هست. امام بخاری و امام مسلم و امام الزهلی از او روایت کردند. یعنی امام یکی از مشایخ امام ابو داود همین عبدالله بن مسلمه بن قعنب است، یعنی امام قعنبی است که امام بخاری و مسلم و امام الزهلی که شیخ بخاری است از او از حدیث روایت میکنند. یکی دیگر از آن مسدد بن مسرهد است که اون هم امامی است، حافظ است، حجت است. امام بخاری و امام الزهلی و ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی از او روایت میکنند. و امام ابو زرعه میفرماید احمد بن حنبل به من گفتم مسدد صدوق فما كتبته عنه فلا تعده، یعنی هرچی از من نوشتم دیگه نیازی نیست که آن را تکرار کنید. یعنی مسدد هرچی بگه تمام حرفش درسته. و وثقه ابو حاتم و النسائی و ابن معین، امام ابو حاتم و نسائی و ابن معین مزو حدیث او را توثیق نمودند. این شخص بزرگوار. و یکی دیگر از اون اساتید امام ابو داود حسن بن علی بن محمد هذلی خلال حلوانی است که این هم یک مرد بزرگواری است و علما در موردش میگویند، علماء جرح و تعدیل، الامام الحافظ الصدوق که امام بخاری و امام مسلم از او روایت میکند و امام نسائی هم او را توثیق میکند و به همچنین دیگر علما و احمد بن حنبل هم او را توثیق میکنند. یعنی یکی از این علمای بزرگوار است. یعنی منظورم این است این امامانی که امام ابو داود از آنها روایت کرده شیوخی، حالا کسی میگه پس چرا از بخاری و مسلم روایت نمیکند؟ چون او تونسته اون احادیث را از خود شیخای اونا هم بشنود. به خاطر علو سند دیگه نیازی نیست بیاد از بخاری و مسلم نقل کند. درسته. چون اون تونسته از اساتید اونا هم اون احادیث را بگیرد، دیگه نیازی نبوده از اون استفاده نقل کند، روایت کند. قتیبه بن سعید بن جمیل ثقفی، این هم یکی دیگر که از بلخ، اهل بلخ بوده. یکی از بزرگترین شهرهای افغانستان در شمال آن میگوید الان. که امامی است، المحدث الامام الثقه، راویه الاسلام، راوی اسلام هست. بالاخره این هم کسی بوده که امام احمد و امام ابن معین و امام بخاری و امام مسلم از او روایت کردند. یعنی ما اینها نمونه هایی هستند از امامانی که از مشایخ و اساتید امام ابو داود که چه استادهایی داشته که حتی امام بخاری و مسلم تمام اینا که ذکر کردم همه بر آن متفق بودند. یعنی امام بخاری و مسلم آنها احادیث روایت و از مشایخ بخاری و مسلم بودند. و همچنین کسان دیگری هست ولی ظاهرا اشاره میکنند که وقت الان وقت میان برنامه هست و مشکلی نیست. بقیه ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. بعد از دیدن میان برنامه بینندگان عزیز با ما باشید. پس از دیدن یک میان برنامه و خدمت شما بزرگواران برخواهیم گشت. با ما باشید. جوان تا که چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی، نمی آید چرا یک لحظه شرمت زدادار و ملیک کل هستی، زدادار و ملیک
کل هستی. جوان تا کی فساد و بی‌نمازی، جوان تا کی شراب و لهو و بازی. گمان کردی که با پول و زر و سیم تو از پروردگارت بی نیازی، تو از پروردگارت بی نیازی. جوان تا کی نفس بر آتش و دود، به سوی رب خود برگشت کن زود. امانت از خدا این جسم و جان است، امانت را چرا سازی تو نابود، امانت را چرا سازی تو نابود. خودت از کار زشتت هم غمینی، به دور از دیده مردم نشینی. خدا پیوسته ما را در کمین است، ببیند او تو را او را نبینی، ببیند او تو را او را نبینی. جوان بس کن که دنیا جای ما نیست، متاع و گوهر عمرت جوانیست. برای بخشش و عفو گناهان پشیمانی و اشک دیده کافیست، پشیمانی و اشک دیده کافیست. به محشر چون شوند اسرار ما فاش، ندارد سود ای بیداد و ای کاش. تمام خوب و بدهایی که کردیم به دفتر می کشیدن آن دو نقاش، به دفتر می کشیدن آن دو نقاش. چو مصعب دست و جان در راه دین ده، دو دستت را به رب العالمین ده. نهادی دست خود در دست شیطان، رهایش کن به خیر المرسلین ده، رهایش کن به خیر المرسلین ده. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمتتون هستیم با ادامه مبحث امروزمون در مورد امام ابوداود سجستانی. جناب دکتر در بخش اول برنامه مطالبی در مورد ایشون ایراد فرمودن و ثنا و مدح علما در مورد ایشون رو بیان کردند و اینکه حتی اساتید خودشون ایشون رو مدح می‌کردند و دستور میدادن به دیگر شاگرداشون که برید از فلانی روایت بکنید، فلانی اهل تقوا اهل علم هست. الان میخوایم بیشتر در این بخش در مورد کتابشون صحبت بکنیم و از جناب دکتر این سوالات رو مطرح میکنیم. ایشون این کتاب رو چگونه جمع آوری کردن، چند حدیث در این کتاب وجود داره و چه مطلب برجسته‌ای در سنن ابوداود هست که در دیگر کتاب ها نیست. شما فرمودید که مطلب به خصوصی در مورد این کتاب وجود داره که در دیگر کتاب ها نیست. میخوام این مطالب رو از زبان شما بشنویم. با عرض سلام مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی. بله، در واقع همچنان که عرض کردم هر کدوم از این کتاب ها برای خود ویژگی خاصی دارند.
ویژگی این کتاب این است که در مورد احکام فقط احادیث را جمع‌آوری کرده. یعنی کتابی نیست، جامع نیست. بله. یعنی مثل امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی و حتی امام ابن ماجه تقریبا میشه گفت جامع هستند. بله. اما سنن امام ابو داود در مورد احکام فقهی است. درست. و این هم میرساند که این شخص در مسائل فقهی امام بزرگی بوده و مجتهد بزرگی بوده. به همین خاطر هیچ کدوم از این کتاب ها به اندازه سنن ابو داود به اندازه آن به جزئیات احکام نپرداخته. درست. احادیث را جمع‌آوری کرده. این نکته، یعنی این ویژگی آن است. بله. اولا اسم این کتاب اسمش سنن هست. بله. و خود امام ابو داود آن را سنن نامگذاری کرده. یعنی دیگه وقتی که اهل مکه از او میپرسند، یعنی اهل مکه یک نامه برای او مینویسند و در مورد احادیثی از او سوال میکنند. میفرماید شما، خودش امام ابو داود میفرماید فإنکم سألتم ان اذكر لكم الاحاديث التي في كتاب السنن اهي اصح ما عرفت في الباب. میگه مردم اهل مکه از من پرسیده اند در مورد احادیثی که در این کتاب جمع‌آوری کردم، در کتاب السنن. خودش میگه سنن. آیا تمام این کتاب احادیثی که در این کتاب جمع‌آوری کرده اید، آیا این صحیح ترین احادیثی بوده که در این باب شما یافته اید و اصلا دانسته اید؟ و در جای دیگر مثلا کلمه سنن را در اینجا مطرح میکنه. در جای دیگر رساله فرموده و این من الاحادیث فی کتاب السنن ما لیس بمتصل و هو مرسل. گفته در کتاب من، در این کتاب من، در این احادیثی که در کتاب من که اسمش السنن هست، احادیثی در آن وجود دارد سندش متصل نیست، مرسل است. مرسل صحابی و اینا. یعنی اگر مسند در کتاب سنن مثلا احادیثی هست که مرسل هست، متصل نیست، این از روی اشتباه نبوده. بله. از روی عمد بوده. آفرین. این خیلی مهمه. چون بعضیا میگن فلانی کتابش ضعیف داره. بله. یعنی انگار نفهمیده این حدیث ضعیفه یا این حدیث مشکلی داره. این رو از روی قصد این کارو کردن آوردن. اولا این نکته خوبی اشاره کردی. دوباره یکی دیگر از ویژگی‌های این کتاب این است که در اونجا میاد روی علل احادیث هم بیان میکند. هر حدیثی در اون احادیث که جمع‌آوری کرده اگر علتی در آن باشد علتش را ذکر نموده. چرا این حدیث مثلا منکر است، این ضعیف است. درست. این که خیلی جالبه. ولی شما ممکنه سوال کنید پس چرا خودش میداند ضعیف است آورده؟ این هم احادیث را حفظ داشته، چرا این را آورده؟ اون احادیث را آورده که دیگران به آن استدلال نمودند. یعنی این مجموعه احادیثی که اهل علم به آن استدلال کرده اند برای احکام فقهی که دارند، اونا را نقل میکند. بعدا خودش میگه مثلا این یکی ضعیف است، این یکی منکر است، اون یکی چیه، این چیه. اینم واقعا خیلی نکته خیلی مهمه. خیلی مهمه. یعنی ما باید دید دیگری این کتابا رو نگاه بکنیم. بله. یعنی اصلا نحوه استفاده کردن از این کتابا هر کدوم روش خاص خودش رو دارد. هر کدوم روش خاص خودش رو دارد. یعنی هر کدوم از این کتاب‌ها ویژگی دارد که در دیگری نیست. مثلا گفتم الان در کتاب مسلم ویژگی وجود دارد در بخاری نیست. یعنی چیزی خوبی دارد که در بخاری نیست. این که مثلا موضوع کتابش مثلا تمام احادیث مربوط به یک موضوع در یک جا در یک مکان جمع آوری میکند و مشکل را آسان حل میکند. خیلی راحت میشه از آن استفاده کرد. ولی بخاری مثلا ویژگی های دیگری دارد ولی اون ویژگی ندارد. در نتیجه هر کدوم از این کتاب ها ویژگی خاص خودش دارد. خیلی مهم. خیلی مهم است. در این کتابم آنچنان است. حالا ما بگوییم پس امام ابو داود چه روشی داشته برای جمع‌آوری حدیثش؟ ما امام مسلم بیان کردیم که روش او چی بوده. درسته؟ بله. امام مسلم بیان کردیم که امام مسلم چه روشی داشته در مثلا جمع‌آوری کتابش و گفته مثلا آقا من
گفتم من احادیث را مثلا تقسیم کرد به 3 طبقه، گفت من از 2 طبقه جمع میکنم. طبقه آخر که کسی متهم باشد به دروغ، متهم باشد به جعل حدیث، ضعف شدید داشته باشد، همه ردش کرده باشم، من از اونها حدیث نمیگیرم. خیلی خوب. حالا ببینیم روش امام ابو داود چی بوده. در همون نامه بیان میکند، یعنی در اون رساله بیان میکند که با چه روشی دارد برای جمع‌آوری حدیث، برای جمع‌آوری این کتاب. میفرماید همون که شما از من سوال کردید آیا این کتابی که شما جمع‌آوری کرده اید تمام این کتاب ها، یعنی آیا اینها صحیح ترین چیزی هستند که شما در این باب دانسته اید و شناخته اید؟ میگه بدانید فعلمو انه ذاک کله. بله بدانید این است، یعنی در اون باب مثلا گاهی حدیث ضعیفی آوردید. چرا نیاوردید؟ چون دیگه از اون صحیح‌تر نبوده. درست. اون مثلا بعضی از مجتهدین به اون حدیث استدلال کردند. درست. و اون حدیث رو آوردم دیگه. حالا ضعیف زیاد چی دیگه صحیح‌تر از اون من نیافتم. نبوده در اون باب. متوجه هستی؟ حالا شاید نزد اون نبوده، دیگران دارن. مثلا شما نگاه میکنی چون الان در نزد ابو داود احادیثی هست که در دیگران نیست. در کتاب مثلا بخاری و مسلم احادیثی هست در ابو داود نیست و همچنان که در اونم هست. در تمام این کتب اینجوری هست. اصلا بعضی اومدن مثلا احادیث متفق علیه بین 6 کتب را در یک کتاب جمع کردند. نگاه میکنید حدیث خیلی کم، نزدیک 200 چند حدیثی میشه. یعنی احادیثی که در تمام این 6 کتاب اومده باشه فقط 200 چند حدیث. بله یعنی احادیث اینکه مشترک باشه بین همشون. بله. یعنی با 500 هم نرسید، 200 چند حدیثی بیشتری نیست جمع آوری شده. ولی مثلا اگه بیای مثلا سنن اربعه، اونایی که مثلا با هم مشترک هستن، باز احادیث بیشتری مییابید. ولی در بخاری و مسلم نگاه میکنید 2000 حدیث با هم مشترک دارن. درست. 2000 مشترک خیلی زیاده. بله. به این صورت امام ابو داود بله میگه من آنچنان است، ولی منظورم این است که یعنی با توجه به اون چیزی که میگه گاهی پیش می آید حدیثی که در یک باب وجود دارد، از 2 وجه روایت شده، از 2 طریق صحیح روایت شده. یکی از اون 2 طریق قوی تر است و سندش قوی تر است و دیگری مثلا صاحبش در حفظ اقدم تر است. یعنی 2 تا حدیث هستند، یکی سندش قوی تر است از لحاظ سند نگاه کنیم، ولی یکی نگاه میکنیم صاحب آن و راوی آن اقدم است برای علوی سند. بله. اقدم هست. من سعی میکنم اون اقدم را بیارم به خاطر علوی سند. درست. متوجه هستی؟ میگم من گاهی این کارو میکنم. این کارها رو کردم. یعنی این نیست دیگه من حدیثی را دیگری نیاوردم، اینی که آوردم پس یعنی اونم هست. بله. یعنی معنیش اینه که از وجود حدیث صحیح بی خبر نبوده. بله احادیث دیگری وجود داشته که من نیاوردم. بله. من نیاوردم. عمدن نیاوردم. مثلا میگه من در هر بابی یک حدیث یا 2 حدیث را میآورم. نیازی نیست دیگه استدلال، برای استدلال کافیه حدیث یا 2 حدیث. بیشتر نمیارم در هر بابی. بله. در ابوابی که مثلا برای استدلال برای یک مورد حدیثی یا فوقش 2 حدیث، دیگه بیشتر نمیارم. میگه روشم این بوده. من روشم من این نبوده هر چی حدیث در اون زمینه هست بیاورم. درست. من روشم این بوده در هر کدوم از این ابواب احادیثی را برای اون قول بیاورم. حالا گاهی چیزی هست که دیگه من حدیث صحیح تری نیافتم برای آن. درست. وگرنه این علما هر کدوم 500,000 600,000 1 میلیون حدیث از حفظ بودن. بله. همه رو می‌نوشتن که بله تموم شدنی نبودی که. بله مثلا یحیی بن معین مثلا 1000 حدیث 1000 میلیون حدیث حفظ داشته، امام احمد 1000 حدیث حفظ داشته مثلا. درست. اینا خودش 500,000 حدیث مثلا حفظ داشته. بله. از این 500,000 حدیث مثلا این میگه این چند تا من این خودش میگه 4800 حدیث. بله. میگه من این 4800 حدیث را مثلا انتخاب نمودم. درست. بعدا میفرماید در رساله دیگرش میفرماید، در این رساله خودش میفرماید کتب السنن التي كتب السنن التي تعرف في اصطلاح بالكتب المرتبه على الابواب الفقهيه من الايمان والطهاره والصلاه الى اخره. تمام. یعنی منظور این بله. بعدا امام ابو داود در مورد
کتب دیگران، یعنی اون کتاب‌هایی که قبل از خودش نوشته شدن، میگه من کتابی را، این کتاب خودم را که جمع‌آوری کرده ام، در داخل این کتاب‌های من یعنی بیشتر از 1/3 آن یعنی در اون کتاب‌های دیگه نیومده. درست. منظور این است، یعنی در اون کتاب‌هایی که قبل از من نوشته شدن، بحث بخاری مسلم نمی‌کند. اون کتاب‌های دیگری که در قرن دوم وجود داشت، تدوین قرن دوم، چند تا کتاب را ذکر می‌کند از وکیع و از همون موطا، حتی موطا مالک و دیگران. میگه این کتاب من کتابی است که 1/3 احادیث من در اونها وجود ندارد. یعنی من این مقدار 1/3 کامل کتاب من در اینجا اضافه بر اون است. و به همین خاطر در واقع بعداً امام میفرماید و در کتاب خودم یعنی از اون نوع احادیثی که ضعف شدیدی داشته باشد من نیاورده ام جز 10 تا حدیث تا جایی که خودم بدانم، و در هر بابی حدیثی یا 2 حدیث را نوشتم. و این کان فی الباب احادیث و صحاح فانه یکفر. میگه در اون باب احادیث زیادی وجود دارد در هر بابی که من به 1 یا 2 تا بسنده کردم، اکتفا کردم، بیشتر نیاوردم. تا و انما اردت قرب منفعته، من هدفم این بوده که راحت‌تر از آن استفاده شود. هدفم تسهیل استفاده بوده. اگر من حدیثی را از یک باب، از مثلا در بابی حدیثی را از 2 وجه من تکرار میکنم یا از 3 وجه، به خاطر چی؟ به خاطر این که در آن سخنان بیشتری وجود دارد، یعنی نکته اضافه‌ای در آن هست که در اونجا نگفتم. یعنی میشه حدیثی از یک وجه روایت میکند برای استدلال برای یک مورد، دوباره همون حدیث را از وجه دیگر روایت میکند برای استدلال بر یک مورد دیگر. درست. میفرماید من این کارو گاهی انجام میدهم و این کارو انجام دادم و این تکراری که من انجام دادم به خاطر این است که فائده در آن وجود دارد، استدلال دیگری ازش کردن. بله و انما تكون فيه كلمه زیاده على الاحاديث. درست. یعنی گاهی می شود یک کلمه اضافه دارد که در دیگر احادیث وجود ندارد. و بعدا میفرماید و ربما اختصرت الحديث الطويل، اصلا گاهی اون حدیث طولانی است. من اون حدیث طولانی که بیاورم اصلا شخص بسیاری از مردم نمیدونن، حالا دلیل من بخوام چیکار کنم؟ این حدیث طولانی کجاش دلیل هست برای اثبات این مورد؟ درسته. از من آمدم حدیث را کوتاه کردم، محل شاهد را جدا کردم، آوردم اونجا گذاشتم. درست. همیگه لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. بخاطر آن اختصار کردم. درست. به همین خاطر میفرماید در کتاب سنن، این سننی که تصنیف نموده شخص متروکی در آن وجود ندارد. یعنی متروک منظورش این است که شخصی در آن باشد که همه به اتفاق گفته باشن این متروک است، چنین چیزی وجود ندارد. وگرنه این که بعضی بگوین این متروک و بعضی بگوین مقبول است، این هست. ولی این که اتفاق بر آن باشد تا عصر خودش میگه نیاوردم. و میفرماید اذا كان فيه حديث منکر بینت انه منکر. اگر یک حدیث منکری در آن باشد، یعنی حدیث ضعیف مخالفت داشته باشد با حدیث صحیح داشته باشد، میگن حدیث منکر. میگه من بیان کردم. وليس على نحوه في الباب غيره. مثلا گاهی یک حدیث منکر وجود دارد من آوردم، چرا؟ چون در اون باب همون حدیث وجود دارد و بعضی هم استدلال کردن بهش. استدلال کردن دیگه، من آوردم برای استدلال به اون مطلب. بعدا یک حدیث صحیح می آوردم ضد آن، یا مثلا درست، یا این حدیث را آوردم و گفتم منکره. یعنی نمیشه بهش عمل. و منه ما لا يصح سنده. بعضی هست که صحیح نیست. وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض. میگه اگر در حدیثی خودم سکوت کردم، هیچی نگفتم در آن، مثلا نگفتم این صحیح است، این منکر است، این ضعیف است، این چیزی هست، بالاخره این حدیث صالح است، یعنی قابل قبول است.
و بعضی از اینها هم قوی‌تر از بعضی دیگر هستند و بعضها اصح من بعض. خیلی مسائل قشنگ و زیبایی بیان یعنی واقعا این مثل یک بروشور هست که قبل از اینکه یک دستگاه رو می‌خری ازش استفاده بکنی باید بروشور رو بخونی که بفهمی چطور نصب بکنی دستگاه رو، چطور ازش استفاده بکنی. یعنی اگه کسی این مطالب رو نخونه و بره سنن ابوداود باز کنه، این حدیث که منکره، این حدیث که ضعیفه، ابوداود نفهمیده، خودش گفته منکره، خودش گفته. یعنی واقعا این خیلی مهمه. نه خودش بیان نموده، گفته این حدیث منکر است مثلا. یا مثلا بگه مثلا این حدیث ضعیفه. تو مثلا حدیثی هست که خیلی از دوستان به آن استدلال میکنند، میفرماید رسول الله صلی الله علیه و آله قبض بعض نسائه ولم يتوضا. بعضی از زنانش را قبله، یعنی بعضی از زنانش را میگه بوسیده بعدا وضو نگرفته. درست. این حدیث امام ابو داود روایت کرده فرموده منکر، خودش میفرماید منکر این حدیث، ولی بعضی ها اومدن مثلا اون را تصحیح کردند و حتی شیخ البانی ان را تصحیح میکنند، مثلا علمای معاصر ان را تصحیح میکنند. ولی ابو داود که گفتم منکره دیگه معنی ندارد کسی دیگه بعداً بیاید بگوید این حدیث. نه وقتی به امام ابو داود گفته میشه امام دنیاست، خدا اون رو در دنیا برای حدیث خلق کرده، در قیامت برای بهشت. مثلا اجتهاد ایشون رو ول بکنی، اجتهاد کسی دیگری معاصر، یعنی قابل یه خورده قابل هضم نیست. نه اصلا در اونا در اصل روایت بودند، خودش اونجا حضور داشته، بله. خودش فهمیده است که داره روایت میکنه. بله. مثلا نکته گفتیم حتی امام مسلم احادیثی را روایت نموده از افرادی روایت کرده که اون افراد ضعیف هستند در بعضی موارد. یعنی اگر مثلا از حدیث از کسی دیگری حدیثی روایت کنن ضعیف هستند. امام مسلم از آنها روایت نموده. پس چگونه روایت کرده؟ چون اون حدیث تنها از طریق اون اومده. نگاه کرده اون حدیث از طریق چندین شیخ شاگردای دیگری این شیخ این حدیث روایت شده موافق این است، پس قبول کرده، پذیرفته بدون تغییر، بدون مشکل. یعنی در اینجا مشخص می شود، یعنی اونا حتی میدونن این شخصی که ضعف دارد در چه وقتی اشتباه داره میکند و ضعفش در کجاست. اون نقطه را مثلا این که میگوین مورا از ماست بیرون میکشند، آنچنون مورا از ماست بیرون کشیدن. خیلی جالبه، اصلا میدونن کدوم حدیث رو روایت کردن که ضعیفه و کدوم یکیش رو روایت کرده صحیحه. بله. یعنی اینم خیلی مهمه. خیلی مهمه. یعنی این نکته است که خیلی انسان باید دقت کنه. میگن فلان حدیث رو روایت کرده اینش ضعیفه ولی فلانی رو که روایت میکنه صحیحه. آفرین، همین تمام. یعنی اینا کاملا میشناسن، یعنی این در کجا اشتباه میکنه در کجا درست گفته. چون قرار نیست، علمای قاعده دارن میگه آقا قرار نیست تمام کسی که ثقه باشه دیگه اشتباه نکند و قرار نیست کسی هم که ضعیف است دیگه درست نگوید. همیشه اشتباه بگه. همیشه اشتباه باشه. پس گاهی همچنان که میگویند قد يصدق الكذوب و قد يعثر الجواد. یعنی اسب سوار کاملا ممتاز و ماهر هم گاهی میفته، بالاخره میافتد. اینجوری نیست همیشه ببرد. گاه وقتی هم بالاخره میافتد. و گاهی هم انسان دروغگو راست میگه، راست هم میگوید. قرار نیست دروغگو همه حرف دروغ باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد شیطان گفت صدق و هو کذوب. بله، حتی شیطان صدقه و هو کذوب، اما خیلی دروغگوست. کذوب یعنی بسیار دروغگوست، ولی در اینجا درست گفتن. در نتیجه البته علما از دروغگو نگرفتن، تمام دروغگو کاری به دروغگو نداشتن. حدیث صحیح هم داشته باشه ازش نگرفتن. تمام. اما از کسی گرفتن که ضعف قلیلی که ضعفش از لحاظ عدالت نبوده، از لحاظ دروغگویی نبوده، یعنی باید صداقتش ثابت شده باشد. بله. بعداً پس این امام حافظ ابو فضل محمد ابن طاهر در مورد امام ابو داود بیان میکند، میفرماید امام ابو داود سنن ابو داود بس یک گروه ما میتونیم تقسیم کنیم. بله. اگر لطف کنید که یه خورده سریعتر، چون وقت برنامه 5 دقیقه مونده، عجب، بتونیم به نتیجه بیشتری رو بیان کنیم. بله خیلی خوب. حالا این نکته خیلی مهم است که متوجه شویم که صحیح امام سنن ابو داود میفرماید بس یک گروه تقسیم میکند. بعضی ها صحیح هستند دقیقاً مثل صحیحین، ما اون که در حدیث صحیحین وجود دارد، چون دیگه سندشو هیچ مثل در اون حد هستند. ما گفتیم مشایخ او بی همه مشایخ مهم و مشهورش مشایخی هستند که امام بخاری و مسلم از آن روایت میکنند. مشایخ مستقیم، یعنی شیخی که مستقیم از آنها گرفته بیشتر از اونها هستند. بخاری و مسلم بودن.
بله پس این یکی گروه دوم از احادیثش صحیح هستند اما بخاری و مسلم نیاوردن، اما دقیقا همون شروط بخاری و مسلم را دارند. درست. چون میگه شرط ابو داود و امام ابو داود و امام نسائی این است احادیث را از افرادی روایت میکنند که علما بر ترک آن اجماع ندارند. بله. اگر با سند صحیح از اونا روایت گیرشون اومده گرفتن. بله. پس به شرط اینکه با سند متصل بدون انقطاع به حدیث به دستشون رسیده باشد. احادیث دیگری آوردند برای ضدیت، همین که گفتم. مثلا در باب احادیث را می آورد، احادیث صحیحی، بعدن یک باب دیگری بر ضد اون احادیث دیگری می آورد، ولی این حدیث ضعیف است. بیان میکند این تضاد دارد با آن، ولی ضعیف است، تضاد مشکلی ندارد، تضادی که داشته باشد. پس میفرماید احادیث دیگری آوردن که ضدیت دارد با حدیث قبلی، یعنی حکمی را بیان میکند که حدیث قبل از اون چیز دیگری گفته، حکم دیگری گفته. مثلا در نتیجه اون حدیثی را که مثلا با اون ضدیت دارد می آورد، نه به صورت قطع به این که بگوید این صحیح است، بلکه گاهی بیان می کند اصلا این منکر است، این ضعیف است، این بیان می کند که اشکال است در کجا این حدیث وجود دارد. حالا میگه پس چرا این را آورده؟ الان بعضی اینا چرا آورده؟ گفتم یکی به دلیل این است که اصلا بیان کند این حدیث ضعیف است. دوم به خاطر این است که در کتابش نگفته که من فقط حدیث صحیح می آورم، گفته هر کسی با آن عمل کرده، مثلا احادیثی در احکام می آورم، در نتیجه علما احادیث احکامی از احادیث استدلال کردن برای اثبات یک حکمی از احکام که اون احادیث ضعیف بوده، آورده به خاطر اینکه بیان کند که بالاخره این هست. و قول دیگر این است که اولا نگفته من فقط صحیح می آورم، دوم به خاطر اینکه بیانگر این نظریه فقهی هم باشد که اون علما که این مطلب را این نظر رو داشتن با توجه به این حدیث ضعیف است. پس در مورد احادیثی که امام ابو داود سکوت نموده، اهل علم گفتیم اختلاف نظری دارند. خودش میفرماید احادیثی که من سکوت کردم صالح است، یعنی میشه با آن عمل کنیم، در حد حسن هست. اما علما میگویند اون احادیثی که در آنجا وجود دارد، ما در کتاب ابو داود میبینیم مثلا امکان دارد این حدیث صحیح باشد، امکان دارد ضعیف باشد، امکان دارد حسن باشد. نزد خودش گفته نزد من این مقبول است، اما ممکنه نزد دیگران این حدیث درجه صحیح حسن هم نیاورد، درجه ضعیف، مثلا حکم ضعیف بودن. بعضی از علما حدیث ضعیف رو هم قبول دارن. بله امام ابو داود یکی اولا شاگرد امام احمد ابن حنبل، خود امام احمد از این علما، امام احمد ابن حنبل از اوناست که حدیث عمل به حدیث ضعیف را قبول دارد. هرچند نزد امام احمد دو نوع حدیث داریم، حدیث صحیح و حدیث ضعیف، تمام. دیگه حدیث حسن ندارد. در نتیجه حدیث حسن امام احمد همون حدیث ضعیف است، ضعیفی است که او به آن عمل میکند. نزد دیگر علما میگن حسن، میگن حدیث صحیح و حسن و ضعیف. در نتیجه ضعیف که با آن عمل نمیشه، حسن که همه بر آن اتفاق دارند. احمد ابن حنبل میگه حدیث ضعیف با آن عمل میشه از وقتی ضعف کم باشد، منظور همون حدیث حسن است. و امام ابو داود هم همینه که خودش میگه اگر من چیزی بر آن سکوت کردم، احادیث مقبول هست و بالاخره صالح است، قابل استدلال است. اون چیزی که اشکال دارد خودم گفتم ضعیف است، بیان کردم. این خلاصه مطالب بود. ظاهرا مطالب زیاد مونده، اما 1 دقیقه وقت داریم، وقت زیادی یعنی نمونده که بیان کنیم. پس در نتیجه تعدادی از اون احادیثی که در اون وجود دارد از آن سکوت کرده، حتی هستند مانند صحیحین و در شرط صحت را دارد. بعضی هستند حسن لذاته و بعضی هستند حسن لغیره، یعنی با احادیث دیگر قابل تقویت هستند، و بعضی هستند که ضعیف هستند. الان کسی شمارش کرده چند حدیث صحیح اونجا هست، چند حدیث ضعیف هست، یا جایی هست که مردم مراجعه بکنن که این شیخ ناصرالدین البانی این چیزا را ضعیف، همه این کتاب ها را جداگانه گفته، ولی من چون من خودم روی این مطالب خیلی
يعني من بر اینها اعتماد نمی کنم، یعنی بر قول و احکام معاصرین اعتماد ندارم. درست. این که بگویم مثلا شیخ ناصر این گفته پس تماما، نه، من بیشتر اعتمادم بر قول متقدمین است تا معاصرین در مورد تصحیح و تضعیف حدیث. وگرنه شیخ البانی آن را تصحیح، یعنی تضعیف ضعیف ابو داود و صحیح ابو داود، ضعیف ابو ترمذی و همه را جداگانه بیان کرده و تعداد زیادی هم هست، تقریبا حدود 800 حدیثی از این در اون حد ازش چی کرده، گفته ضعیفه. بله، ولی دیگه من البته دیگه اون احادیثی که خودش هم گفته ضعیف. درست. یعنی درست. این نیست که مثلا تنها این چیزهایی گفته که اون نگفته. درست. این احادیثی که مثلا اون در مورد آن سکوت کرده یا احادیثی که مثلا اون خودش هم تضعیف کرده اونم آورده، ولی به هر صورت من بر اینها اعتماد زیادی ندارم، اعتماد بر قول متقدمین که اونها هم به صورت دقیق بیان نکردند. اما تک تک اون احادیث مشخص است که اهل علم، انا شما نگاه کنید به کتب متقدمین همه توش نوشته مشخص شده حکم این حدیث ها. درسته. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. از شما معذرت میخوام که حرفتون رو قطع کردم، ولی وقت برنامه تموم شده و باید با بینندگان عزیز وداع بکنیم. اگر در پنج سخنی هست در خدمت هستم. خواهش میکنم. والله مطالب زیادی هنوز مونده که مثلا اولا توجه علما به این سنن و شروح این کتاب ها چقدر به این سنن ابو داود اهمیت داده شده، و اینکه حتی بعضی علما گفته اگر کسی سنن ابو داود در خانهش باشد مثل این است یک پیامبری در خانه خودش زنده برایش سخن بگوید، پیامبر در خونه داشته باشد. اینقدر یعنی اهمیت داشته این کتاب. این کتاب قول ابن العرابی در مورد سنن ابو داود. به هر صورت مطالب دیگری به نظرم مونده، شاید با سنن ترمذی ان شاء الله بیان خواهیم کرد. ان شاء الله اینم خوبه، چون باید یک مقارنه در بین این کتاب ها میکنیم، اشاره به اون هم خواهیم کرد ان شاء الله. جزاکم الله. در اینجا همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بارک الله فیکم. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنیم و امیدوارم که تونسته باشیم استفاده کافی رو از این مطالب و مباحث کرده باشیم. تا دیدار دیگر و دیدار و برنامه دیگر شما بزرگواران رو به الله تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.